در همه جای دنیا تخلف کنی مجازات داره، جریمت میکنن، اما غافلگیر دیگه انقدر نمیکنن. تو اتوبان سرعت 80 تا میشه 81، یه دفعه یه چیزی میپیچه جلو. مدارک کامل. بابا اتوبانه، نهایت 2 تا سپر میخواد بخوره به هم دیگه. حالا تو جاده حداکثر سرعت 120 تا، چشت میفته به کیلومتر 160 تا داری میری. یه لحظه جلو یا ابوالفضل، افسر، دوربین، جریثقیل همه وایسادن. معکوسو میکنی سری میکنی تو 80 تا ماشینی. نزدیک میشی میبینی همش موکته. الله اکبر. افسر جلوی یکیو گرفت گفت مدارک. 10 دقیقه است تو دوربین داریم شما رو نگاه میکنیم کمربند نبستی. و مرد حسابی خب دلم درد میکنه. 10 دقیقه است انداختی تو ماشین من نگاه میکنی زنم رو سرش نیست. پدری آخرای عمرش همه بچه‌هاشو جمع کرد یک بار دیگه برای نصیحت. مختار اون یه چوبو وردار بشکن. مختار شکست. گفت حالا 2 تاش کن. شکست. گفت 3 تاش کن. شکست. گفت بکنش 11 تا. شکست. گفت برید از بیرون یه تنه درخت بیارید. تنه هرم شکست. بابای دیگه عصبانی شد. گفت این دیگه داره تیر میزنه به حکایت. گفت برید یه تیراهن 14 بیارید. تیراهنه رو هم خم کرد. بابای نگاهی بچهای دیگه انداخت. گفت ببینید عزیزای من، وقتی من مردم زودتر از مختار خودتون رو برسونید، چون اگر مختار برسه همه چی رو میبره، هیچ چی هم دیگه نمیتونید ازش بگیرید.